با این 5 نکته که بهت میگم دیگه خیالت از امضای قراردادت راحت میشه. لایک کن، تو این پست با هم همراه باش. مورد اول مشخص کردن ابتدا و انتهای تمامی نوشته ها و ارقامی که توی قرارداد ذکر شده. شما میتونید با یه خط ابتدا و انتهای اون رو محدود کنید که دیگه نتونن تغییرش بدن. مورد دوم اینه که باید دقت کنید در متن قرارداد غلط املایی وجود نداشته باشه، چون گاهن همون کلمه‌ای که غلط املایی داشته معنیش چیزی میشده که خیلی به ضرر فروشنده یا خریدار بوده. پس اینا حتما دقت کنید. مورد سوم، با دقت کامل مشخصات کامل ملک مورد نظر مثل کد پستی، حدود اربعه پلاک مورد نظر را با مشخصاتی که توی موبایل نامه ذکر شده چک کنید که یکی باشه، که این نباشه که بیان یه ملک دیگه به شما نشون بدن ولی یه ملک دیگه به جاش به شما بفروشن. مورد چهارم، دقت کنید که در قسمت وجه التزام و خسارت روزانه مبلغی تعیین شده که به تایید خریدار و فروشنده رسیده باشه. مورد 5 و مورد آخر که خیلی خیلی مهمه و باید خیلی توجه کنید به این مورد، باید از جملاتی و کلمه هایی که ایهام داره و دو پهلو هستن پرهیز کنید توی قرارداد. و اگه جمله یا کلمه یا معنیشو نمیدونید حتما اونو بپرسید، چون یک کلمه یا یک جمله میتونه اختیاراتی را به فروشنده یا خریدار بده و برعکس یه اختیاراتی رو از فروشنده یا خریدار سلب کنه. اگه خوشت اومد از این پست برای دوستات بفرست، سیو کن چون حتما به کارت میاد.